به این قسمت دیگه از برنامه Unsolved خوش اومدین. توی این قسمت میخوام راجع به یه چیزی که خودتون انتخاب کردین صحبت کنم، اونم آینه هاست. Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? توی یکی از آنساودا من راجع به این صحبت کرده بودم که توی تاریخ چین افسانه‌ای راجع به موجوداتی هست که توی آینه ها زندگی میکردن و وقتی اینو گفتم خیلی کامنت گرفتم که وای ما دیگه از آینه میترسیم و نمیتونیم آینه نگاه کنیم و با توجه به اطلاعاتی که راجع به آینه ها داشتم با خودم فکر کردم چی بهتر از این که واقعا بترسونمتون از آینه ها. این موضوع رو به خودتون گفتم و خودتون گرم دارین و ازم خواستین که حتما بهتون راجع به آینه ها یه ویدیوی کامل بسازم و این اون ویدیوه. پس توی این ویدیو میخوام 5 تا از خواص آینه ها که اصلا خواص خوبی نیست بگم تا قشنگ بدونین که اون چیزی که تو خونتون یه عالمه هست و خودتون رو توش نگاه میکنین و حتی آینه های مخفی که تو خونتون هست چی هن و اونجا چی کارا میتونن بکنن. مثل همیشه اگه که براتون جالبه ویدیو رو با هم ببینیم. مورد 1 بذارین اینجوری شروع کنم که بگم که یه باوری راجع به آینه ها هست توی فرهنگ‌های مختلف، توی افسانه‌های فرهنگ‌های مختلف که از قدیما و قدیما وجود داره و اون اینه که آینه ها دریچه‌ای به دنیاهای دیگه هستن. یعنی دریچه‌ای به دنیاهای موازی دیگه هستن، دنیاهایی که شاید با چشم نشه دید چون چشم ما توانایی دیدنشو نداره، چون چشم انسان توانایی دیدن 0.0035% از واقعیت رو داره. یعنی ما 99 ممیز خورده ای از واقعیت رو نمیبینیم و دنیای ما دنیای سه‌بعدیه. پس وقتی میگم دنیاهای دیگه فکر نکنین که یه چیز عجیبه و یه چیز کارتونی و غیر قابل باور و دور از باوره. علم ثابت کرده که ما خیلی چیزا رو نمیبینیم، نمیشنویم، نمیتونیم درک بکنیم. حالا چرا میگن آینه ها دریچه‌ای به دنیاهای دیگه میتونن باشن؟ چون آینه ها یه چیزی هستن که ارگانیک نیستن. یعنی توی طبیعت به هیچ وجه تو آینه پیدا نمی‌کنی. انسان درست کرده. درسته که ما خونه و ماشینجات و کاغذ و خیلی چیزا رو درست کردیم، اما همه اونها یه المنتی از زمین رو دارن، از طبیعت رو دارن. آهن تو طبیعت هست، چوب هست و خیلی چیزا هست، اما چیزی به اسم آینه وجود نداره و آینه یه کلیدیه که یه دریو باز کرده به دنیاهای دیگه و شاید هیچ وقت نباید درست می شده. با توجه به این فرضیه خیلی از فرهنگ‌های مختلف باورهای مختلف دارن و میخوام از باوری شروع کنم که راجع به جن هاست و تو ایران خیلی راجبش صحبت میکنن. میگن که اگه دختری لخت جلوی آینه بره، مثلا بعد از حموم اومدی جلوی آینه وایستادی موهاتو شونه میکنی یا هر چیزی، شاید همون لحظه یه جن بهت زل زده و میگن که این جن ها خیلی وقتا عاشق زنای لختی میشن که جلوی آینه نگاهشون میکنن و وقتی این اتفاق میفته خودشونو میچسبونن به این دخترها. یعنی چی؟ یعنی که هر جا که میرن این جن باهاشونه. تا حالا این حسو داشتین که وقتی تو حمومین دارین حموم میکنین یکی داره نگاهتون میکنه، سری شامپو رو چشتون پاک کردین، یا وقتی میخواین بخوابین یه سنگینی نگاه یه نفر رو حس میکنین، یا تو خونه تنهایین اما هی پشتتون نگاه میکنین این بر از گوشه چشم یه چیزی رو میبینین و خیلی چیزای دیگه. این یکی از نشونه‌هاشونه. نشانه دیگه‌اش اینه که همه روابط این افراد به شکلی به هم میریزه. انگار که اصلا نمیتونن رابطه‌های عاطفی و جنسی با کسای دیگه برقرار کنن. همیشه یه چیزی اونجا اشتباه پیش میره و خراب میشه. این یه نشونه دیگه است که این جن اجازه نمیده و فکر میکنه که شما مال اونین. حتی آدمایی هستن که وقتی از خواب پا میشن بدنشون کبود شده، وقتی خوابن حس میکنن یکی موشونو میکشه و خیلی چیزای دیگه، حس میکنن که هیچ وقت تنها نیستن. البته که خیلی نترسین، تا آخر ویدیو با هم باشین چون یه سری راه حل میخوام بهتون یاد بدم. موضوع دوم، باور دومی که راجع به آینه ها هست ربط پیدا میکنه به آینه ها و آدمایی که دارن میمیرن یا آدمایی که تازه مردن. شاید خودتونم اینو دیده باشین یا مامان بزرگ بابا بزرگاتون بهتون یاد داده باشن، اما میگن که وقتی که یه آدمی تازه فوت شده آینه های توی خونه رو تمام و تا 40 میپوشونن. چرا؟ به خاطر اینکه میگن آینه ها قدرت کشیدن روح به خودشون و حبس کردن روح درون خودشونو دارن. پس این افراد با توجه به این باور تمام آینه های خونه رو میپوشونن تا 40 فرد برسه و بدونن که اون با خیال راحت به آخرت خودش رفته و دیگه توی اون دنیا نیست که بخواد گیر کنه توی آینه های خونه. اما این آخر داستان نیست. حتی وقتی افرادی تو خونه هستن که مریضی‌های خیلی شدید دارن و وضعیتشون خطرناکه، اون موقع هم حتی این آینه ها رو میپوشونن. چرا؟ چون میگن که میتونه روحو از توی بدن شخصی که داره با مرگ مبارزه میکنه بکشه و اونا رو با خودش ببره.
باور سوم با یه خبر بد برای کسایی که توی اتاق خوابشون آینه دارن اینه که آینه ها میگن که پورتال هستن. یعنی پورتال چیه؟ پورتال یه چیزیه که میری توش از یه بر دیگه در میای، یه دریچه است، همونطور که گفتم دریچه بین دنیاها. و میگن که تو وقتی توی اتاقت مخصوصا جلوی تختت یا کنار تختت، جایی که تختت توی آینه معلوم بشه، اگه آینه داشته باشی خیلی اوضاع خرابه. چرا؟ چند تا دلیل داره. یک توی فنگشویی گفتن که آینه چون آینه است، یعنی بازتاب میکنه تصویر و نور و خیلی چیزا رو، انرژی بین آدم و آینه وقتی که خوابه هی رد و بدل میشه و این مثل یک جنگ برای بدن میمونه و تا صبح شما راحت استراحت نمیکنین و برای همین از خواب که پا میشین انگار که اصلا نخوابیدین و خسته این. اما خب این ملوترین باوریه که راجع به این موضوع هست. باورهای دیگه در رابطه با شیاطین، دیمنها، روح‌های بد و موجوداتیه که از توی آینه شبا میان بیرون و شما رو آزار میدن. باوری هست که میگه بین ساعت 3 صبح تا 5 صبح لایه بین دنیاها نازک میشه و روح‌ها میتونن از اون دنیا به این دنیا سفر کنن و با آدما اون موقع ارتباط برقرار کنن. اگه نصف شب، ساعت 3 شب تا 5 شب یهو توجهتون به چیزی جلب میشه، انگار سر ساعت 3 یکی میگه پاشو، یکی میگه حواست هست، یه صدایی میاد، یه همیشه انرژی حس میکنین، دلیلش این میتونه باشه. اما باز میگم نترسین، درستش میکنیم همه رو. توی این ساعات آدما معمولا تو خواب عمیق هستن. وقتی تو خواب عمیق هستین امواج مغزیتون ثتا هستش، یعنی یه امواج مغزی خیلی آرومی دارین که همون امواج مغزیه که وقتی که آدما مدیتیت میکنن، که خب وقتی آدما مدیتیت میکنن دارن یه جورایی وارد دنیاهای موازی هم میشن خیلیاشون، به اون شما هم در اون لول قرار دارین. یعنی چی؟ یعنی که اکسپوزد هستین به دنیاهای موازی، یعنی که شاید چیزایی ببینین و حس کنین که حالت خیلی خیلی هوشیار نمیتونین اون رو حس کنین. ارواح هم از این موضوع سوء استفاده میکنن، اون ساعتا میان، شاید بخوان بهتون یه چیزی بگن، کار مهم دارن، شاید بخوان اذیت کنن و خیلی چیزای دیگه. و حدس بزنین که از کجا خیلی راحت قلوب میافتن بغل تختتون ساعت 3 صبح. بله، از اون آینه‌ای که جلوی تختته. اینجور موقع ها خیلی وقت هست که sleep paralysis اتفاق میفته که در واقع همون بختک افتادن روتونه، که اگه خیلیاتون تجربه کرده باشین میدونین که خیلی وقت آدم یه چیزی رو میبینه که بهش میگن shadow people، آدم های سایه‌ای، که راجبش توی اون یکی ویدیوی unsolved راجب موجوداتی که بین ما زندگی میکنن صحبت کرده بودیم. پس دوستان عزیز، اگه که آینه‌ای توی خونتون مخصوصا توی اتاقتون دارین، شبا فتو بندازین روش و خودتون رو راحت کنین. موضوع چهارم و چیزی که اسمشو زیاد شنیدین اما عمقاً بهش فکر نکردین، Black Mirrors. بله، سریال Black Mirror رو دیدین؟ آینه های سیاه و خواص وحشتناک آینه های سیاه. آینه سیاه چیه؟ گوشیت، تلویزیونت، لپتاپت، صفحه کامپیوترت و هزار تا چیز دیگه که خودتو توش میتونی ببینی، منتهای آینه سیاهه. آینه های سیاه برای جادوی سیاه ازشون استفاده میکنن جادوگرها. و وقتی میگم جادوگر، باز میگم فکر نکنی یه چیز دور از ذهنه که تو قدیما وجود داشته و آتیششون میزدن و تو کارتوناست. همین الانش خیلی از آدما توی ایران، توی خارج از ایران و همه جای دنیا خیلی اوپنلی و خیلی ریلکس جادوگرن و اعلام میکنن و جادو میکنن. و جادوی سیاه میشه نفرین کردن، میشه از جن‌ها و روح‌ها و شیاطین استفاده کردن و خب خیلی بالا پایین داره و خیلی عمق داره که من زیاد اطلاعات راجبش ندارم. اما خب نمیدونم که از آینه‌های سیاه برای جادوهاشون استفاده میکنن. حالا برای چی از آینه سیاه استفاده میکنن؟ برای احضار ارواح. میگن که آینه‌های سیاه بهترین پورتال برای ارواح سیاهن که بیان و با آدما ارتباط برقرار بکنن. این جادوگرها با یه سری ورد و جادویی که بلدن توی این آینه ها زل میزنن و صورت موجودات دیگه‌ای رو توی این آینه ها میبینن و بعضی هم برای سکراین استفاده میکنن که میشه آینده بینی. دیدین توی گویی نگاه میکنن آینده میبینن. آینه سیاه هم یه چیزی توی این مایه هاست. اما خب ما کاری به جادوگرا نداریم. You do you boo. کار به خودمون داریم و اینکه دائما صبح تا شب با آینه های سیاه تمام خونمون، تمام زندگیمون مواجهیم.
و چیزی که ترسناک‌تره اینه که این آینه های سیاهی که ما بهشون مواجهیم توشون چی پخش میشه؟ همه چی. توشون چی نوشته شده؟ همه چی. راجع به سابلیمینال مسیجینگ چیزی میدونین؟ سابلیمینال مسیجینگ یعنی پیام های پنهان که راجع بهش یه آنساف درست میکنم. پیام های پنهانی که توی موزیکا، توی فیلم‌ها، توی نوشته ها گذاشته شده که تو وقتی داری نگاه میکنی و میشنوی اونا رو نمیشنوی چون با یه کد خاصی اونجا نوشته شده، اما تش مثلا یه چیز خیلی مسخره و چیزی که مثلا تو دهه 70 خیلی بوده اینه که تو آهنگا کلمات شیطان پرستی و جمله های شیطان پرستی بوده. یا یکی از آهنگا رو اگه برعکس گوش میدادی، یعنی ریورس گوش میدادی، مثلا میگفته شیطان رو بپرستید یا همچین چیزایی. حالا میخوام به این فکر کنی، تو یه پورتال داری، یه آینه سیاه داری برای رفت و آمد موجودات خیلی وحشتناک و توی این آینه تو همه جور ورد و جادو و گفته و تصاویری که نیازه برای اینکه اونا بیان وجود داره که تو شاید ندونی و داری نگاه میکنی و کلماتش میاد، اما میاد. و مورد پنجم و آخرین چیزی که میخوام راجع به آینه ها بهتون بگم، زل زدن به خودتون توی آینه است. تحقیقات ثابت کرده، آزمایشات ثابت کرده و اصلا نیاز به ثابت نیست، خودتون میتونین برین و ببینین که پیشنهاد میکنم این کارو نکنین، که وقتی آدم طولانی مدت از حتی 30 ثانیه تا 10 دقیقه توی آینه به خودش ظلم میزنه، به نقطه‌ای میرسه که انقدر قیافش عوض میشه و ترسناک میشه که بعد 10 دقیقه داره کاملا یه نفر دیگه، یه موجود دیگه رو توی آینه میبینه و نگاه میکنه و این چیزی که کاملا با چشم به وضوح همه میتونن تجربه بکنن. بهتون پیشنهاد میکنم که این کار رو امتحان نکنین. چرا؟ چون اون چیزی که دارین توی آینه میبینین کاملا واقعیه و اصلا شما نیستین و نمیخواین که ببینینش، چون وقتی میبینینش ندیدنش دیگه سخت میشه. و وقتی این آزمایشات روی آدم‌ها انجام شده که رسما 50 نفر رو جلوی آینه برای 10 دقیقه نگه داشتن، میگفتن که بعدش حال تهوع داشتن، سردرد داشتن، انرژیشون کاملا رفته بوده، که اینا طبق باورات آدم‌های اسپریچوال نشانه‌های از تسخیر شدن یا نزدیک شدن به تسخیر شدن، نشانه این که یک موجود منفی انرژی بدن تو ازت گرفته و ازت سوء استفاده کردن هست. خب بچه‌ها، این بود از این قسمت برنامه آنسافت. چند تا خبر خوب براتون دارم. یکی این که میگن که میشه آینه ها رو قفل کرد که کسی از توش بیرون نیاد و همونطور که این چیزا اعتقاداتی هم هست که کمک بکنه به این موضوعات. مثلا چیزی که خیلی همتون دسترسی بهش دارین و میگن خیلی خوبه، دود کردن اسفند که هر وقت میترسین، هر وقت احساس انرژی بد میکنین، میتونین اسفند دود کنین تو کل خونتون و تو ذهنتون بگین که انرژیای بد برن، چون میگن که انسان قدرتش خیلی بیشتر از این حرفاست و خودتون میدونین. شنیدین عود میتونین روشن بکنین، نمک میتونین بذارین بغل تختتون، زیر تختتون، یا به خودتون بزنین، آهن میتونین بذارین زیر بالشتون و رزماری خشک میتونین دم درتون بذارین یا اونم بسوزونین و دودش اینا رو دور میکنه. و خیلی اعتقادات اینجوری هستش. چشم نظر که ما هم همه مامان بابا اون و مامان بزرگامون تو خونه میذاشتن. اگه تحقیق کنین میبینین که بر ضد این چیزها هست. پس اگه اعتقاد پیدا میکنین با این ویدیو و میترسین از اونا، میتونین دنبال اونا هم برین که خیالتون رو راحت کنین. حالا اینکه واقعیاً اینا یا نیست دیگه باور هر انسان جداست با توجه به تجربه هاش و باورهاش، اما خب اینا هست. و اگه میخواین بدونین که چجوری آینه هاتون رو قفل کنین که موجودی ازش بیرون نیاد، میتونین تو اینترنت سرچ کنین، یه عالمه مقاله هست هر یه چیز میگه. امیدوارم که از این قسمت آنساف خوشتون اومده باشه. امیدوارم امشب خوابتون ببره. اگه نبرد معذرت میخوام. یادتون نره که این زیر حتما کامنت بذارین که چی دوست دارین برای ویدیوی بعدی و کامنت بقیه رو لایک کنین اگه سابجکت باحالی میبینین، چون من هر هفته با توجه به چیزی که شما میخواین سابجکت بعدی رو انتخاب میکنم. و در آخر یه خبر بدم که یه برنامه دیگه تو ذهنم هست که دوباره سابجکت ترسناک داره، اما یه مدل دیگه است که شاید اونم از هفته دیگه شروع بکنم. فکر کنم خیلی خوشتون بیاد. واسه همین یادتون نباشه که سابسکرایب که زدین، لایک کردین، کامنت معنیدار که گذاشتین که ثوابتون نریزه، زنگوله رو هم بزنین که وقتی برنامه جدیدم اومد براتون نوتیفیکیشن بیاد. دوستتون دارم. مرسی برای اینکه با من بودین. این قسمت رو دیدین. تا برنامه بعد، خدافظ. مریضی‌های خیلی That's my face. Is that what you're trying to do?